به ولاگ کرج تا استانبول خوش اومدی. من همیشه احساس میکردم اگه یه روزی مثلا برم سفر خارجی و اینا، مثلا ترکیه، انقدر استوری بذارم که استوریام نقطه نقطه بشه، اینجوری پر عقده‌ای بازی. ولی نه، این کارات خیلی چیپه بچه، این کارا نکنیم. منم این کارو نکردم، به جاش تصمیم گرفتم ولاگشو درست کنم. آقا اصلا چی شد که من اومدم؟ من خیلی وقت بود کلا این تصمیم تو ذهنم بود، یعنی کلا عشق ترکیه رو داشتم، یا اینکه یه بار مثلا برم یه سفر خارجی و اینا. حالا البته کربلا رفتم، عراق، اون خیلی حساب نمیشه. آقا من همینجوری داره بهم شوک فرهنگی وارد میشه، خیلی عجیبه. از تابستون پارسال یا پریسال هم این تصمیم من داشتم. حالا اگه پریسال بوده باشه، سال بعدش نرفتم، شده امسال. اما خب به این قوله مهم اینه که الان اینجامو عمل کردم، قولی که به خودم دادم. بچه ها حدس بزنین در همین بد به ورود کیو دیدم؟ الو پپه. اتفاقایی که تا اینجا افتاده رو بهتون بگم. من پروازم ساعت 5 صبح بود، 12 اینا راه افتادم. پدر زحمت کشید منو تا فرودگاه آورد. الان دارین تصویرشو همینجوری که من توضیح میدم رو صفحه میبینید. رفتیم رسیدیم، وارد شدم. از اون حالا ورودیش از کجا پس وارد میشن؟ از ورودی دیگه. خلاصه که منتظر بودم، مراحلشو میرفتم. دهنم سرویس شد، خیلی طول کشید ولی خب اوکی بود. باز اونقدری که فکر میکردم شلوغ نبود. حالا من یه سری چیز تو اینستاگرام دیدم خیلی شلوغ بود فرودگاه. نمیدونم حالا اونا برات امروز بوده یا کی بوده. آره منم دیدم. میذارم اونجا کنسرته، همه ایرانی‌ها دارن میرن. اون کارت پرواز و این داستانا رو گرفتم. اینجا هم که دارین میبینید مثلا تو صفشم. بعدش منتظر بودم تا گیت باز شو برم دیگه و همینجوری برای خودم داشتم پرسه میزدم. بچه اینجا یه دونه گیاه هست، من اسمشو گذاشتم برگی. با برگی آشنا شید. آخرین ویدیویی که گرفتم برمیگرده به زمان فتح علی شاه. مثلا یادم رفته دوربین چیه، حرف زدن چیه. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. منم یه جورایی اولین بارم بود که سوار هواپیما میشدم. البته اولین بارم نبود، یه بار خیلی مثلا بچه بودم، انگار خانوادگی مسافرت با هواپیما رفته بودیم، ولی خب من هیچ یادم نمیومد. پس اولین بارم بود. بعد من یه ترس ریزی هم از هواپیما تا چند سال پیش داشتم، ولی این دفعه خیلی اوکی بودم، یعنی داشتم عشق میکردم. بعد از شانس خوبم صندلیم لب پنجره بود. حالا یه سری پروازا فکر کنم اونجا میپرسن دوست داری لب پنجره باشه، اینجا باشه. از ما هیچی نپرسیدن. بعد من گفتم اگه اون وسط باشم خیلی بد میشه، چون دوست داشتم از پنجره نگاه کنم، فیلم بگیرم، ولاگ بگیرم. ولی شانس قشنگ افتادم لب پنجره. بعد بلند شدیم و رفتیم. چقدرم صحنه بیرونش قشنگ و باحال. شاید استوریامو دیدیم که همه چی گل و بلبل اوکی، خیلی داره بهم خوش میذاره. ولی الان تازه رسیدم و دهنم داره سرویس میشه. منتظرم صبحونه بیاد یا خونه رو بهم تحویل بده زودتر، چون ساعت 3 بود دیگران ساعت 12 یا اینکه وسایلامو بذارم اونجا. بچه‌ها من هتل نگرفتم اینجا، خونه گرفتم. بعد میومدم حالا این خونه که هستم و تحویل بگیرم و اینا. نصف قیمت هم در اومد، خیلی خوب بود و واقعا دم سینا امکی و خوتن گرم. از اینجا از جفتشون تشکر میکنم. واقعا بچه‌ها خیلی به من کمک کردن تو این سفر. از قبلش حالا سوالایی که داشتم، یه سری هماهنگی همین جایی که گرفتم، واقعا دستشون درد نکنه. بچه یه ایرانی اولین کاری که میکنه میاد مکدونالدز هم نه مکدونالد. خب بریم که نظر صادقانه منو داشته باشه. بدون یه مزه برگر میده. خب
فقط اومدم که بگم اومدم مکدونالد، همین. بعدش دیگه تو شهر چرخیدم تا این جای اوکی بشه و الانم که اینجا. ستون قلبتون تو همین بد و ورود یه خرید زد که واقعا به صرفه بود. الان جاشو بهتون نشون میدم. فقط جوری که من اینجا دارم ارتباط برقرار میکنم، یه مرحبا تشکرلر یاد گرفتم، بقیه‌شو انگلیسی فارسی میگم، کارو در میارم. الان دارم دنبال دستشویی میگردم، خیلی داره حال میده. تازه یکی دیگه از دغدغه‌های من اینه که اگه اینجا دستشویی ایرانی نداشته باشه چیکار کنم؟ بعد از یه لشینگ طولانی مدت توی استراحت دوباره میخوام بزنم بیرون. دوست دارم خرید مریدا رو روز اول بزنم، سوغاتی‌ها، لباسایی که میخوام برای خودم بگیرم و اینجور چیزا، که روزای دیگه فقط اشغال کنم دیگه. تا نرفتم یه هاوس تور ریز بهتون نشون بدم. هاوس تور اینجا رو ندید. این همون دریه که اولش خیلی سینماتیک اومدم تو، کوله. این ولاگ دیگه داره پو دستشویی میده، ولی خب اینجا دستشویی و حمومش خیلی زیبا و جذاب. فقط دستشویی ایرانی نداره. I dance with my hands. This is the kitchen. از این چیپس خارجی ها خریدم. اینا خرید مریداست. چای بچه ها. آقا علی زهراستی یادم رفت بگم بچه، اسم صابخونه اینجا علیه. من یه عادت مسخره‌ای دارم، هر رسیدی که دارم نگه میدارم. حالا همیشه نگه میداشتم اینا رو هم که دیگه اصلا غنیمته. از آشپزخونه این ور که میاین، تخت 2 نفره، ولی خب من 1 نفرم. اگه کسی دوست داره با من بیاد روی این تخت 2 تایی بخوابیم، توی کامنت ها. یه تابلو، به چه تابلویی، چه تابلوی قشنگی، به یه تیوی روم خیلی خوشگل. یوتیوب هم داره توش بچه ها. تازه رفتم توش یه ذره یوتیوب چرخیدم. این هم بچه ها چراغه. بریم تو چراغ از شهر سر در بیاریم. اومدم حافظ مصطفی، یه جایی باقلوا و اینجور داستانا داره. تعریفش رو خیلی شنیده بودم که میگن اصلا استانبول بیا اینجا نیایی باختی. آقا چیز بومی بود، یعنی یه طعم جدیدی بود که تا حالا تو زندگیم نچشیده بودم. تازه من حالا یه آیتمشو گرفتم. چطوری الان شبه؟ هنوزم نمیدونم چرا داری این ولاگو میبینی. حاجی من این عادت دارم VPN میزنم، هی VPN روشن میکنم با اینکه اینجا فیلتر نیست. من چه جوری تا الان بیدار موندم و نخوابیدم؟ کلا فقط فکر کنم 1-2 ساعت خوابیدم. شب بخیر. بیایید برید تو کله من تا فردا صبح. گود مورنینگ. مدیونی فکر کنی اگه همه اینا به خاطر کانتنت و ولاگ بود. من هر روز صبح که بیدار میشم همه این کار رو انجام میدم. بریم که روز دومو داشته باشیم. از اونجایی که من اگه این د مورنینگ کافیمو نزنم هدیک میشم،
بریم با همدیگه یه ستار باکس یا همون ستاره جعبه‌ای بزنیم. جای همه بچه‌های کرج داداشیا خالی. اومدیم استارباکس. مهران کجایی که بیای آیس امریکانو بزنیم؟ آقا من یه عمر میخواستم بیام اینجا اسممو رو اینا بنویسن. اسممو نوشته حاسه. حاسه چیه آخه حسن؟ بعد اصلا اینا میگن مارکتینگشونه، یعنی مثلا اسم اطراس اشتباه می‌نویسن، تو فیلم بگیری بگی ای وای اینا اسم منو اشتباه نوشتن فلان. کلا امریکانو حالا آیسش نه هاتش داغش تو قهوه ها مورد علاقه منه، ولی خب الان چون تابستونه آیسش رو میزنم. بعد یه مشکلی که من با آیسش دارم، نگاه کن شبیه نوشابه میمونه، تو میزنی احساس میکنی بر مزه نوشابه بده ولی تلخ میشه. کلا داغش رو خیلی بیشتر هستم. خوبه دیگه آقا، مزه امریکانو میده ولی به امریکانوی کافه مهدی نمیرسه. بچه اگه سوال براتونه که کافه مهدی کجاست، یه کافه بود تو کرج که بست، ما همیشه میرفتیم اونجا. بهترین کافه جهان، حتی از استارباکس و کلا اسپرسو لب و همه اینا بهتره. دوناتش هم بریم، ولی خب دوناتش هم باید مزه دونات بده دیگه. احساس میکنم دونات خوشمزه تر از این زیاد خوردم. با یه چیزش که خیلی حال کردم، نیش کاغذیه، حفظ محیط زیست. شما هم حتما از نی کاغذی استفاده بکنید. با حیوانات مهربان باشید. دستاتون رو قبل غذا بشورید. شبا ساعت 9 شب بخوابید. من یه دوست پیدا کردم، دوست عزیز خوبم به اسم مجید. یه چیز خیلی باحالی که اینجا داره کشتیاش و تورای رو آبش. یه دونه این ساندویچ ماهیا گرفتم، نگاه کن توش ماهیه. من نظرمو نمیدم، شما تو کامنت ها بگین این چه طعمیه و طعم چی میده، مزه چی میده. بچه‌ها به یه مشکل خیلی بزرگ برخوردم. من عرق سوز شدم. کمک. همین الان یه سوال برام پیش اومده، اگه گاتپوری هم اینجا بود باید شلوار میپوشید یا همینطوری راش میدادن؟ چون گاتپوری گاده دیگه. اصلا توی ترکش میگه خدا محرمه، لخ میشینم تو بالکن. الان اگه گاتپوری اینجا باشه راش میدن یا نه؟ این الان برام از سواله. چیز خیلی باحالی که درباره استانبول هست، سیستم حمل و نقلش خیلی قوی و خوبه. الان مثلا این تراموای چیه داره از اینجا میره، بعد مترو، اتوبوس، یعنی هر جای این شهر یا کلا کل ترکیه رو بخوای بری کشتیاش میتونی بری. مثلا فکر کن از این سر میخوای بری اونور، با کشتی سوار میشی میری. من تا چند سال پیش کنسرت هیچ خواننده‌ای نرفته بودم، تا اینکه حالا تو ایران 2-3 بار رفتم، ولی خیلی دوست داشتم که مثلا کنسرت های رپی و اینطوری هم بیام. برعکس ایران، برای کی اومدین شما؟ من این یاری که ویدیو میگیره. برای هنگی توی آرتا و خوبون اومدم. وای
جلس آرتا. ایوه منم خودم بیشتر به خاطر آرتا و لیتو. برو بریم. یو داداشم آقا برای بچه ایران کف استانبول. کنی است میره تو گونی پس نمیزنه کسی نه به این مهمونی دست اینجا غلطه همه چی پالیتیک نی دختری میاد
دنیا تو دیگه مال هیچکی سایز خط و پسر حیثیتیه با کلید قفل میکنیم که نیزینتیه جای برگاهی سرز میکنم سلفی هزینه جنسی بیا جنس بی نظیره میام تو با یه فنتوم نقره قصه خواره چون از جمله ای هر کسی گفته آخرش تش شده نقطه با این سیس گنگ روی شیشه سنگ برا هر حرف مفت تیره میگه بنگ 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 کارتره میرزیم بزنت میبرود میگم داشکوری میگه جونم میرم پارکور توی خونم منو باید خوب میرسونم ایرونی دامبول توی خونم سلوچیانو سری بده بره بالا لیوانو سلوچیانو موزیکا میگن همیشه ایرانو برزاد ترکیدی بیتامون امسال برزیلی میگه جردات کارو دیدی تایپ کنداله یکی جیجی تیم انیمالی فاز مرس نداریم حاجی ما ترمز الان لندن بعدم مسکوس میخواد دورم پر کنه روز سوم جمع آخر نباشه چه ربطی داشت؟ کارهایی که امروز میخوام بکنم بعد دوباره یه ذره خرید مرید کنم. آقا بنویسید به ستونتون میاد یا میره. البته میاد، خیلی خوشگله. از دیگر شوکه فرهنگیایی که اینجا داره اینه که یه سری جا داره کسایی که کارت دارن خودشون میرن اسکن میکنن این چیزای لباسا رو میکنن حساب میکنن. خیلی عجیبه. بچه‌ها فکتی که درباره من هست، من دیوونه اسباب بازی ام، ولی الان دارم نگاه میکنم قیمتاشون برای اسباب بازی خیلیه. حالا همینطوری ببینم چی داره. وای بچه‌ها خیلی خوبه. تولد من برام اسباب بازی عروسک بخرید. برم برج گالاتا رو ببینم. چا پیتزای زیبا اومد حاجی، واقعا قیافش که باحاله. ببین میدونید همه جدیدیه، اصلا شبیه پیتزاهای ایران که نیست، کلا زمین تا آسمون فرق کنه. بچه ها من لختم. از اونجایی که کمردرد و پادرد و همه این داستان رو دارم، صبح که یه سر رفتم بیرون دیگه اومدم خونه لش کردم. اومدم دارم یوتیوب میبینم. آقا میدونم دیوونم که از ایران اومدم اینجا میخوام برم غذای ایرانی بخورم، ولی خب این خبر اسیر رویاها میشن، دوباره با سنها میشن، به دل میگم خاموش بمونه، میرم که هر کسی بدونه، میرم به سوی اون میاری که توش منو تنها نذاری. دیگه روز آخره و من امشب پرواز دارم، باید برگردم کرج، ولی خب قبلش یه سری اتفاقای قراره بیفته که میدونم همتون منتظرشین. آقا بحث کرج شد. این قسمت ولاگو روی صحبتم فقط با بچهای کرجه. ببینید بچه‌ها، کرج یه لایف استایله، یه طرز تفکره، یه بینشه. ما بچهای کرج باید پشت همدیگه رو داشته باشیم، مخصوصا بچهای بسط. 12 باید اینجا رو تحویل بدم برم، الان ساعت 11:59. یه کوئسشن باکس دیروز گذاشتم، گفتم که بیاین گل بگین گل بشنویم.
مهیار نوشته که حتما من حضور داشته باشم داخل بلاگ. بچه ها این مهیاره. خواستم بگم دانشگاه در کمین بغل دستی. ها ها گریه. چرا با خوتن ویدیو نمیگیری؟ سلام بچه‌ها، بالاخره پارتی از ولاگ که منتظرش بودیم میدونم کلش. آره کل ویدیو منتظر بودید که گل روی ما دو عزیز رو ببینید. همین بشین برو پیش خوتن و سینا، برو پیش خوتن و سینا. اومدیم بچه‌ها. بیا اومد. حتی به منم دایرکت داده بودی چند نفر که مثلا ایتورتون اومده استانبول و اینا ببینیدش. اومدیم دیدیمش دیگه. دم اونایی که ولی پیدا کرده بودن گرم. چون ردونشون خاصی نبود اونه که پیدا کرده. این دمتون گرم. قطیفم واقعی شما. بچه‌ها وسط تقسیمیم. سینا خیلی این صحنه رو دوست داره که با ماشین از این وسط رد بشیم. حالا من انگار کار منه دارم من بیشتر حرف میزنم کلا. دیگه استاد شمایی دیگه. دوربینم دستم منه. صحبتی سخن چیز نداره کار خودتونه. یه چیزی که یادم افتاد می‌خواستم بگم، اون موقعی که مثلا من خودم ویور رو اینا بودم تو دیسکورد، مثلا خوتن یه مدت میومد صحبت می‌کرد با بچه‌ها. آره بعد اون موقع من خودم ویدیو می‌ساختم، مثلا یوتیوبر بودم و عشق یوتیوبری رو داشتم. بعد یه بار نوشتم دوست دارم مثلا بعداً حالا معروف شم فلان بیایم با هم ویدیو بگیریم. معروف که نشدم ولی ویدیو گرفتیم. ای بابا می‌بینی کار روزگار بچه‌ها. آره خدا. یه روز بشه بیایم ایران همه تون هم نزدیک همه با هم.